و مدت 11 سال میشه، از 11 سال هم اضافه تر میشه که ما فامیل ما را ما ندیدیم. چرا در اداره قرضه نمی کار سر ما قرآن شریف ترجمه دار میخواندم، تلاوت میکردم. دیگر روز بود یک 4 نفر سربازای قرضه آمدن و از اونجا ما را بردن که تو خانه را دزدی کردی. باز ما سیده ما را بردن به زور ولسوالی پغمان. باز از ولسوالی پغمان همونطور سیده بردن ما شفاخانه کارته، 3 شفاخانه روانی. باز ما همونجا ما گفتم که برادر شما ما را دزد گفت آورده در شفاخانه، به چی آورده؟ باز با ما گفتن میگه که تو دزد نیستی، آدم خوب هستی، تکلیف روانی داری، فامیلت هم شکایت کرده، همسایه هم شکایت کرده. حالی در دوران آمد کرده همه کار سرما شده. اینالی ما از مجاهدین امارت اسلامی، از ملت مسلمان افغانستان یک چیز ما درخواست دارم. ببین